سوپر پاور رایان اینه که میتونه با چشم و مغزش هر چیز برقی رو کنترل کنه. از تلویزیون گرفته تا آبرمارکت و گرفتن خوراکی مجانی. یه بار که داشت تلاش میکرد کمد مدرسه‌اش رو باز کنه، یه دفعه یه سری آتش‌خال از کمدش ریخ رو سر و صورتش و مشخص شد که این شیطنت از طرف داداشش که پسر محبوب مدرسه هم هست بوده. بعد از این اتفاق رایان تصمیم گرفت با استفاده از قدرتش و ماشین حمل زباله از برادرش انتقام بگیره. اما یه دفعه مغزش ارور میده و وقتی که داشت تلاش میکرد تا ماشین حمل زباله رو تحت کنترل خودش در بیاره، یه سری تصاویر ناواضح از یه اوراقی و یه قایق بزرگ میبینه. همین باعث شد که تمام آشغالا رو خودش رو دوست داشت بریزه و رایان دوباره سوژه خنده برادرش شد. بعد این داستان دوست رایان محل واقعی اون تصاویر ذهنی رو تو اینترنت پیدا کرد و تصمیم گرفتن گروهی یه سری به اونجا بزنن. همین که به اونجا رسیدن یه دستگاه عجیب و غریب شروع به اسکن چشای رایان کرد و اون رو شناسایی کرد و بعدش یه ربات خیلی بزرگ از تو اون قایق اومد بیرون و یه دفعه یه قدم گنده برداشت